به چنل مونیکلیس خوش اومدی. امروز قراره گودی کمر تو برای اولین بار و آخرین بار رفعش کنی. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. لایک و سابسکرایبم یادت نره. حرکت اول با استفاده از یه دونه چوب یا یه دسته تی هستن. به این حالت میگیری، میاری پایین، میاری بالا، میاری پایین، میاری بالا. سعی کن که میاری پایین کمرت اینجوری قوس پیدا نکنه، کامل بیاد پایین بیاد بالا. قشنگ فشار رو احساس میکنی. بریم حرکت بعدی. خب یا میز میذاری یا یه دونه اصلا کابینت خونت اینجوری یه حالت 90 درجه اول صاف میشی، اینجوری خم میشی، کامل میای سمت 90 درجه اینجا یه نگه میداری، دوباره میری بالا، دوباره یه نگه میداری. این اصلا بدن من کامل 90 درجه است. یه پایین در حد 3 الی 5 ثانیه مکس میکنی که قشنگ این یه تیکت رو فشار بیاره. این حالت رو میگیری، آروم میری به سمت پایین، کمرتو میاری بالا، آروم میبری، میاری بالا، بعد یه کمی عقب‌تر کامل میکشی، بعد این حرکت رو میزنی، دوباره میای، بعد میای دوباره این حالت، کامل میری تو اسکپ پولاپ تو، میری به سمت بیرون. دقت داشته باشی قشنگ کامل میری پایین میاد بالا. این دوتا حرکت رو در سه تا 20 تا انجام بدین خوبه. اول این حالت، بعد این حالت، بعد دوباره میایین به سمت این حالت. سوپرش این حرکت رو انجام بدین. یه پا جلو یه پا عقب. پای راستتون رو زانوتون رو میزنید رو زمین به این شکل، میایید جلو. دقت کنید زانوم از نوک پام میزنه بیرون. حالا پا رو سویچ میکنید به این شکل، میارید جلو. بریم برای حرکت آخر. خب آخرین حرکت پل باسن روی زمینه. به این صورت میاد بالا، میاد پایین. این نه این نیستش، نصفه انجام بدید، کامل بیاید بالا جوری که به پشت پاتونم فشار میاد. اینم از حرکت های گودی کمر. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی.